ببینم اینجا کجاست دقیقا؟ حبیبی welcome to برزخ. چی؟ اینجا برزخه؟ خیلی عجیبه. ببینم ما مردیم؟ آره مثل اینکه اینجا برزخه. ببینم تو برای چی مردی؟ من از شدت یخزدگی مردم. تو چرا مردی؟ من حقیقت آخرین چیزی که یادمه اینه که تعجب کردم بعد مردم. خیلی تعجب کردم یو. عجیبه. ببینم ایسکامون کردی؟ آخه حالا مگه کسی از شدت تعجب میمیره؟ اولا اینکه من خوب کردم، دوما والا به خانومم شک کرده بودم. یه روز داشتم تعقیبش میکردم که دیدم با یه یارویی رفت تو خونه. منم پریدم در خونه رو چیکوندم رفتم داخل. هرچی گشتم یارو رو پیدا نکردم. بعد از شدت تعجب مردم. پشمم ریخته بود. خیلی تعجب کرده بودم. ای وای ای وای ای وای. آخه کاش اولاغ بودی. خاک تو سرت. اگه در این یخچال باز میکردی داخل یخچالم میدیدی الان نه تو از تعجب میمردی نه من از سرم یخ میزدم. حالا چیزه اینم وضعیت شغلی ماه دیگه. قدیمی یارو میرفت جنگ بعد 50 نفر میکش 51می بعد میکشتش میومد تو برزخ همه دست جیغ هورا افتخاری چیزی. آخه سگ تو یخچال میمیره. آخه چه وضع مردنه؟ تعجب کردی مردی؟ این وضعیت زشته کریه مکشوه بابا. درست بمیری. این چه وضع مردنه بابا؟ با عزت بمیری. اصلا تهیش چرا این شکلی شد؟ من اصلا انتظار نداشتم تهیش این شکلی بشه.